و رقابتی آخرین در هفتمین جام رئیسی شهر دوشنبه روید به گشتنگیری توجه بکنه. شریف نظریف با یک تکی سفید پهلوان تاجیکستان وارد میدان میشود و رقابت رو برای به دست آوردن نشان طلا در مقابل پهلوان ازبکستانی شاهروخان بختیار برای غالب آمدن پس از چند لحظه آغاز میکنند. نهایی وزن فایسوفای 86 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان شریف جان نظریف شریف جان نظریف با یک تکی سفید و شاهروخان بختیارов با یک تکی سبز است. رقابت را صدیق‌الله نعمت از افغانستان حکمی میکند. آزمایی آغاز میشود و اکنون هر دو نزدیک میشوند و ادامه میدهند. برای به فینال برآمدن شریف نظریف هموطن بختیارov بکمرود آلتیبایف را شکست داد و بختیارov باشد حسین خلمرزایف را از صدر راه دور کرد. هر دو تلاش میکنند برای غالبیت را به دست آوردن. حرکت ها از جانب شریف نظریف کوشش میکند که هلوک درونه را اینجا به درست استفاده برد و آزمایی ادامه دارد. کوشش ها را باز هم در همین حالت ادامه میدهند. موقعیت برای اجرا کردن اصول در اینجا هست برای هر دو، هم شریف هم بختیارov موقعیت خوب دارند. دوار ایستاد صدا کرد و از نو باز ادامه میدهند. باز هم نزدیک میشوند. کوشش های ادامه مییابد. شریف از پس گریبان یک تک رقیب بسیار هم خوب داشته است و کوشش میکند بختیارov. داور اشاره میکند که چیزی نیست. باز هم از مرکز میدان آزمایی را ادامه میده. کوشش های نوبتی باز هم به همان شکل نزدیک میشوند. هر دو دیگر باره چنین موقعیت لازم را پیدا میکنند. شریف از یونبندی یک تک رقیب داشته است و حرکت از جانب بختیارov. باز هم کوشش را بختیارov انجام داد. خوشبختانه امتیاز آور نشد کوشش پهلوان ازبکستانی. ادامه میدهند. دیگر باره بختیارov میخواهد که هلوکی برونه رو استفاده برد و شریف نظریف باید در چنین حالت ها برای ضد حمله هم کار گیرد. آگاهی برای شاهروخان بختیارov نشان داده می شود به خاطر یک طرفه داشتند. ادامه میدهند.
кӯшиши навбатӣ ва чипар тофте аз ҷониби Шоҳруххон Бахтиёров. Алуки берунаро бубинед ки чӣ гуна иҷро кард паҳлавони ӯзбекистонӣ. ва ҳамин тавр Бахтиёров пирӯзиро ба даст меорад дар муқобили Шариф Назриев. барандаи нишони тилло мешавад. бисёр ҳам хуб истифода кард алуки берунаро ва пирӯзӣ насибаш гардид. فرصتی در انتظاراتی بود برپا می‌گردد. بازی بزرگی لاتاره غالیبی این مرحله را انتظار است. طالب بلند که با سعدی اسماعیل همراه بودند. дар намурҳои такрорӣ нарнамои ин ҷуфтро бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна Бахтиёров алуки берунаро олӣ истифода карду барандаи нишони тиллои сангинвазнҳо дар ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба куштингирӣ гардид. بخشش آمد میکند و شماره بلند صدا خواهد بود.